سلام، اومدیم با 10 سلای برتر وارزون. حالا یه چند تا پرکم این وسط ها میگم. راستی یه چیزیم، این اولین ویدیوی چنل منه. من این چنل رو ساختم برای ویدیوهای وارزون، ویدیوهای آسترو پلی، اسمش یادم رفته. برای اون بازیه که یادم فضایی توشه، اینقدر بازیش با مزه است. از اونو وارزون چند تا ویدیو براتون میذاریم. حالا بریم سراغ 10 سلاح برتر وارزون. حالا یه چند تا پرکم اون وسط میگم. خب، اولین سلاحی که خیلی تو وارزون خوبه که اسنایپر هم شناخته میشه، مرسه. اسنایپر مرس از مدرن وارفر 3. اتنچمنت های این گان ایناست. حالا من نمیزنم بره. شما یه اسکرین شات ازش بگیرین. من یه 10 ثانیه وای میستم. خب، حالا بعد یه ویدیو جداگونه، اگه این ویدیو به 10 تا لایک برسه، ویدیو جداگونه درباره آموزش باز کردن کل اسکینای کموهای مدرن وارفر 3، مدرن وارفر 2 و مدرن وارفر و بلکس آپس، درباره آموزش یا درباره که نه در آموزش باز کردن کل کموهای این 3 نسخه کال آف دیوتی و گاناشون رو براتون میذارم اگه این ویدیو 10 تا لایک بخوره. این از اسنایپر به این خوبی. حالا بریم سراغ به SMG. این SMG نیستش، جزو قسمت های گانای دورزنه، ولی خوشبختانه توی گانای دورزنم SMG پیدا میشه. یعنی الان اگه شما دقت کنین، من میرم تو سلکت گانا، اینجا SMG هست دیگه، نگاه کنین اینا همه SMG هست. این گانی که من دارم میگم تو قسمت دورزن هست، نگاه کنین ایناش. بریم سراغ اچنتمنت های این گان. اچنتمنت های این گان ایناست که این یه دونه اچنتمنت، این همینی که الان روشم، این یه دونه اچنتمنت تو خودتون میتونید انتخاب کنید. این فرقی نداره. اگه کراسبو باز داشته باشین، یعنی اینی که الان من سلکتش دارم، یعنی این تیرای چی میگن، از این تیرایی که میترکی پرسی کنه، یعنی شلیک میکنی میترکه، لانچر. این اسموک پرتی کنه، یعنی پرتشی کنی یه چیزی پرتی کنه اسموک میشه، یعنی اونجا اسموک پخش میشه. اینا دیگه عادیان. به اگه این دوتا رو نخواین بذارین، این دوتا که یه کاری انجام میدن، اگه بخواین از اینا بذارین که فقط تو نگه داشتن تفنگ کمکتون میکنه، این 3 تا هستن که بهترینشون این سومی است. اچانتمنت های گانم که اینه که خیلی خوبش کنه. حالا یه نگاه بکنین شما، من وای میستم. خب، این از لودات اولمون. لودات دوم، کراسبو رو شما زیاد دقت نکنین، من از این استفاده میکنم. اگه شما بخواین استفاده بکنین دیگه نمیدونم چی باید بچینین. خیلی ها هستن مدلی که شلیک میکنی میترکه میذارن، خیلی ها هستن یه مدل دیگه، اینو من نمیگم حالا به شما. ولی حالا اگه خواستین این اچنتمنت هایی که من میذارم ضعیفه ها، چون که هنوز لول اپ نکردم. من کراسبو رو تازه دارم لول اپ میکنم. گان بعدی SMG مون ایناست، اچنتمنتاش نگاه بکنید. خب، گان بعدیمون اینه که خیلی گان خوبیه، یعنی رگبار فوق‌العاده خوبیه. اینا هم اچنتمنتاشه. بعدیش کار 98. حالا من اسکین باز دارم، نگاه کنین. نگید تو اصلا اسکین باز داری، نگاه کنین من این اسکین رو باز دارم. نگاه کنین بالاش قفلی نیست، نگاه راحت میشه سلکتش کرد. یه مشکل جدیدی که برای کال آف دیوتی وارزون پیش اومده اینه که وقتی بعضی از کموها یا بعضی از سلاح‌ها رو انتخاب می‌کنی از گیم، یه دونه مچ میزنی میای بیرون، کلا دوباره همین از اول همونی که قبلش بود. حتی اگه از گیم بیای بیرون بعد اینکه اونو میچینی. این اچنتمنت هایی که من میذارم یه فرقی داره. شاید خیلی هاتون اگه خودتون تا الان این کار 98 رو چیده باشین، میدونین که خیلی هاتون این میذارن رو گانشون. من اینو نمیذارم، چون که این به نظر من
اصلا خوب نیست، با اینکه زومش میره بالاتر ولی اصلا به نظر من خوب نیست. به نظر من بهترینش همین اولیه است که من الان دارمش. این با اینکه زومش از اون کمتره ولی واقعا خیلی تاثیر بهتری داره روی این گان. فعلا که تا اینجا اومدیم، بذار من یه نگاه بکنم ببینم گانای دیگه چی بهتون نشون بدم عزیزای دل. فعلا که تا 6 تا گان اومدیم، میخوام برای شاتگان که نه برای این گان بهتون بگم. این لوداتی که من برای این گان چیدم، حالا یه عکس بگیریم ازش. این لوداتی که من برای این گان چیدم خیلی قویه. حالا آخر ویدیو که 10 تا گان شد من میام براتون رو تستشون میکنم. حالا یه نگاه بکنم ببینم چه گانی رو بگم براتون. اینم خوبه به نظر من، اینم عکس بگیرین. آها حواسم نبود از این تیرو هم گذاشتم. اینم عکس بگیرین. تا الان 7 تا گان بهتون گفتم، اینم عکس بگیرین. خیلی گان خوبیه، این خیلی رگبار خوبیه، این اون رگبار قبلیه خیلی خوبه. این خیلی ریکوال داره، یعنی باید کنترل گانتون خوب باشه. اینا گانایی بود که من بهتون گفتم. 10 تا سلاح که نشد ولی باز با اچنتمنت ها همون 10 تا میشه دیگه. حالا بریم سراغ اچنتمنت ها. برای همشون یکیه. اولش تکتیکال اینو برمیدارین، گاز. این چیزیه که پرتش میکنین، حالا هر جا باشی یه تایم خیلی کمی، حالا توی یه تایمی میترکه، نه اینکه مثلا تا به زمین برخورد بکنه، توی هوا یا توی یه تایمی مثلا بعد 2-3 ثانیه رو هوا میترکه. بعد که میترکه گاز از خودش میده بیرون، همون گازی که وقتی زون بسته میشه میده بیرون، ولی توی یه تایم کمی میترکه و یه تایم کمی هم گاز داره. بعدش اینه ایمپکت گرند. این عینه همینه فرک، یا همون به قول خودمون چی میگن یادمون رفت. این فرقش با این اینه که وقتی اینو پرتی کنید در آن واحد که به جای برخورده کنه میترکه. در آن واحد، تایمی نیست. هر چقدر تو دست دیگرش داری نمیترکه، تا به یه جایی بخوره میترکه. دمیجش هم یه دونه بیریکه، یعنی اگه بخوره بهش، اگه بخوره به خود اون نفر بستگی داره به، اگه به زمین بخوره که بغلش اون نفره هست، اگه از اون نفر دور باشه ازش بیریکش نمیکنه، آبی میکنه به قول بقیه، آبی میزنتش. اگه بخوره به خود اون فرد یا بخوره به زمینی که اون فرد خیلی نزدیکشه کامل میشکونه. این شکلیه که همین شکلی میترکه. حالا اگه خواستین پرک بردارین اینه، این خیلی خوبه، اینو بردارین، اینقدر به دردتون میخوره، اینو بردارین. بعدش برای دومیش اینه کویک فیکس، اینو میتونین بردارین. بعدش هم اینه. حالا بریم از همه‌شون یه امتحان بگیریم، از همه گانایی که تا الان بهتون گفتم. اول از لودات اول شروع میکنیم، از مورس. چه باگ باحالی بود. این تا اینجا، این تا اینجا، این تا اینجا، این تا اینجا. حالا بریم سراغ آسفل که بهتون گفته بودم. خب حالا بریم سراغ پس. حالا رگی باری.
این از تستش. حالا بریم از سراغ تست کراس باش. نگاه کنید الان هدف میگیرم، یه آبی، بریک و مرگ. حالا اگه من بزنم به شکمش، بسین، اگه بزنم به کلش میتره که و میمیره. ولی اگه درست بزنیم به کلش، نگاه کنیم اول میشکونه بعدم میمیره. حالا بریم سراغ دوم. فعلا که نخورد. آبی، بریک، آیسینگ، یه ذره ایمش بده و فینیش. حالا اگه کلش رو به هد بزنیم، بریک، فینیش. حالا از اینجا بریک، فینیش. حالا اون دور دورا خیلی سخته، باید هدف درست باشه. هدف بگیری، بریک، اگه درست بزنید برای خیلی تو آبی میشه، فینیش. حالا اگه بد بزنین، نه ببین کلا از اینجا بزنی بریک میکنه. خود گالم که دیدین، یه بار دیگه خود گال. حالا بریم سراغ لودات دوم که C9 بود، یعنی این از اینجا، از اینجا، از اینجا، یه ذره سخته. حالا نگه من نوبم، آره شاید من یه ذره نوب باشم، یه ذره شاید، ولی نه کلن. آها راستی یه چیز دیگه، کراس بوی که برای خودم چیده بوده همین شکل که این شکلی میزنه. هدم که یک. فقط یه مشکلی داره، باید از بالاتر بگیرین، هر چقدر میره دورتر باید بالاتر بگیرین. نگاه کن الان من اینو نگاه، بعد ایمتونم خوب باشه. اگه مثلا درست نگیرین این من آبی میشه، ولی اگه درست بگیرین مستقیم میخوره به کلش. حالا یه ذره سخته درست گرفتنش. نگاه باید این شکلی باشه. حالا از اون خیلی دوره یه ذره سخته هدو زدن. حالا من میتونم از اینجا فکر کنم کلش رو بزنم. بیام ببینیم میتونیم کلش رو بزنیم. مثل اینکه من کلش رو نکنم. این امتحان این بود. بریم سراغ این. واسه این بر دور زدن ساخته نشده، برای همین خیلی بد دور میزنه. گانایی که بر دوره رو من باشه این آب خوردم میزنه. خب حالا بریم سراغ کار 98 خودمون. فقط اون ته
بریک فینیش. حالا چون که من دور زدم اون شکلی شده، نگاه کنین وگرنه همون آخرین میکشه. یه بار دیگه بزنم ببینیم. نگاه کن الان درست شد. اینم هست. بریم سراغ آخرین گانی که بهتون گفتم. حتی بعدش هم یه گانی گفتم. اینم از وایسین کدوم بود دیگه. آها این دوتا مونده. این باز اسنایپره. اینم بیریش. راستی یه چیز دیگه، اگه خواستین دفعه بعدی براتون 8 اچنتمنتش هم بهتون میگم. اگه این ویدیو 20 تا لایک بخوره 8 اچنتمنتش رو بهتون میگم. اگه 10 تا لایک بخوره دفعه بعدی آموزش کموها رو بهتون میذارم، از همه مدل ها گرفته. حالا بریم سراغ بدن. اینم از بدن. بریم سراغ گان دوم. این فقط تو همینجا رو میشه زد، دورتر سخته زده دیگه. تا اونجا بخوای بزنی خیلی سخته. نگاه کن. خیلی سخته دیگه، ولی اینجا خیلی راحته. نگاه. حالا یه ذره میره بالا، ولی اگه درست بگیریش نگاه. ولی اگه مثلا این شکلی بکنی بدون اینکه بره بالا میزنه. این هم هست. گانه دیگه نمونده. نه دیگه همه گانا رو بهتون گفتم. این هم از ویدیو ما. یه دقیقه دیگه هم اینجا رو نگاه کنین، یه اسکرین شات از این بگیرین. این یه تیکه این دوتا گانا مهم نیست. این دوتا رو بهتون گفتم. این یک، این 5 تا رو ببینین. این 5 تا اینجا. این 5 تا رو ازشون عکس بگیرین. خب اسکرین شات گرفتین دیگه. اینو تو همه لوداتاتون بذارین. این برای همه یکیه، یعنی برای کل اینا یکیه. من خودم کل اینا رو همونا رو گذاشتم. حالا یه چیز دیگه، همتون که اینو میدونین، ولی اگه میخواین 2 تا تفنگ بذارین، اگه نمیدونین چه شکلی 2 تا تفنگ بذارین، فقط کافیه بیاین تو این قسمت و این اولیه رو سلکت کنین. اگه هم میخواین که یه دونه تفنگ بردارین ولی 8 تا اچنتمنت توش بذارین، بعد اینو بردارین. فقط هم گانایی که ماره این سیزن یا بلک سابس 6 هستن از 8 تا اچنتمنت پشتیبانی میکنه. یعنی این که ماره این سیزنه، یعنی بلک سابس 6 اگه دقت کنین نوشته اینی که نوشته بلک سابس 6، این از اون کارته که 8 تا اچنتمنت پشتیبانی میکنه. ولی این مال مدل وارفر 3 این پشتیبانی نمیکنه از اون. این شکلیه دیگه. ویدیو ما تموم.